بعضی از آقایون قرار نیست هرگز دست از خیانت بردارن. حالا تو نشستی دنبال عیب و ایراد تو خودتی که ببینی کجای کار رو اشتباه رفتی و چی کم گذاشتی که همسرت رو به رابطه برگردونی. تو چرا این مسئله رو به خودت مربوط میکنی؟ افراد خودشیفته هرگز از خیانتشون دست بر نمیدارن، چون اونها فکر میکنن مستحق داشتن چندین رابطه هستن و تو براشون کمی. تو از لحاظ زیبایی، جایگاه اجتماعی، ثروت و هر چیز دیگه کمتری و اونا اجازه دارن این کارو بکنن. تازه وقتی مچشونو بگیری ازت طلبکار میشن که ای بابا تو چیکار به زندگی من داری؟ چرا همه چی رو بررسی میکنی؟ مگه از تو چی کم شده؟ چرا برنامه‌ها و تفریح منو به هم ریختی؟ چرا رو اعصابم راه میری؟ اگر توی یک همچین رابطه ای هستی، بدون باید مسیر دیگه ای رو برای مدیریت این موضوع دنبال بکنی. اگه میخوای بدونی برام کامنت بده.